آقای مأمور ثبت احوال. بله براتون چایی آوردم. ضمناً اهالی دهم آوردم خدمتتون. بیاید آقا. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. شلوغ نکنید. ببین اینجوری نمیشه. ساکت باشید دیگه. ساکت باشین عزیز من. سلام علیکم. سلام علیکم. اهالی محترم ده. گوش کنید. ما تا امروز در مملکتمون رسم نبودی که نام و فامیل داشته باشیم. بله. هممونو از روی اسم پدر و پدر بزرگ و عمه قضی و اینا میشناختن. ولی از این به بعد تصمیم گرفته شده به قاعده ملت فرنگ ما ملت شریف نام و نام خانوادگی داشتیم. دست بزنه. خب دستت. پس تصمیم گرفتیم که برای تک تک اهالی شریف سجل صادر کنیم. دست بزنه. پس حالا لطفاً از خود آقای کند خدا شروع می‌کنیم. دست بزنید. آقای مأمور ثبت احوال، من تا به حال نام خانوادگی ندیدم قربونت برم. خب از این به بعد می‌بینید داداش. شما لطف کنید تک تک باشینیم همه رج صف باشید. صف باشید. تو همینجا باش. صف. خب حالا من مشغولامم. بله پس از خود کت خدا شروع میکنیم. مشغولام. شما آقای مشغولام شغلتم که کت خداست. خب میشیم مشغولام کت خدایی. دست بزنید. مبارک دیگه. بله خب حالا شما بفرمایید جناب شریف. این قزنفره آقا. دست بزنید. آقا قزنفر شغل شریفه. من قزنفرم. خب شغلم نلبندم. خب همیشه میخندم. باریکلا. پس میشه آقای قزنفر نلبندی. برو بازم بخند. برو. این عنایته. آقای عنایت خان. آقا شغل شریف قاصران. خب به معلومه دیگه میشه عنایت قاصران. برو قاضتو بچرون. برو. خب برو. نفر بعدی. این قربونه. آقا قربون. آقا قربونه بیکارم. بیکار شغلشم که بیکاره. پس میشه آقا قربون سیاه چرده. سیاه چرده. بفرما. این اشرت خانم اشرت تحصیل میکنه، درس میخونه. خب باریکلا. خانم اشرت سربزیری. خانم سربزیری بفرمایید. نوبت خود. این صفتره. جانزن. میشه صفتر جانزنی. جانزن. بفرمایید. این قنبره. خب میشه قمر نوبت خودم. دست بزنید. ای بابا این مراده. خب پس میذاریم مراد هلنده یابویی. ای بابا بفرما. همش پری. بفرما. شیرینه بفرما. آخه نمیشه که خشکی بفرما. قربون برم این چیز قاطیش کن دیگه. حالا بعدم بفرما. خاک بر سرتون بکنن که آبرو ما رو پیش ثبت احوال بردید. واقعا اینا سجل نمیخوان. آقا افسر براشون بزن. همانطور که در فیلم مستند دیدید، نام خانوادگی در کشور ما قدمتی تنها در حدود 200 سال دارد و شیوه انتخاب نامهای خانوادگی همان گونه که ذکر شد اغلب به شغل افراد و گاهن به خصوصیت فردی آنها و مسائل دیگر باز می‌گشتیم. میزگرد امروز به مسئله نامهای خانوادگی و اهمیت آن در جهان امروز می‌پردازد. در خدمت اساتید محترم هستیم. جناب دکتر فرهاد هلنده یابویی، آقای دکتر جهانگیر آخچشمم چرا، جناب پروفسور شهریار از بالا منظرش قشنگتره، سرکار خانم فخری کاش یکم قدم بلندتر بود و جناب آقای مازیار. وای این چه فامیلی آقا؟ پدر گذاشته. جانم. من رحمان این چه فامیلیه هستم.
از آشنایتون خوشبختم. بله آقا منو صدا کردید. کی با شما بود؟ آقای کی با شما بود دستشویی هم قربان. الان سرکار خانم اتفاقا سبز بیشتر بهم میاد پشت دوربین قرار گرفتم. بگیریم آقا. آقا من 200 دفعه گفتم کسی میخواین استخدام کنی اول بفرستی پیش من ببینمش. جناب آقای بچه در واکن آفتابه رو آب کن بیار، خواهش میکنم خودتون رو کنترل کنید، ناراحت نشید. آقای از آشنایتون خوشبختم. آقا 5 تا چای بردار بیار. ای بابا میبینید جناب دکتر هولند یابویی اصلا من این یه ذره به حرف آدم گوش نمیدن آقا. بله منو صدا کردید. شما؟ من مازیار هستم.